سلام عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. تو این ویدیو ما تهچین داریم، تهچین عدس و گردو با مزه متفاوت. حالا بریم دست به کار بشیم و درستش کنیم. 1.5 پیمانه عدس پلویی که توی قابلمه روش آب میریزیم، بعد از شستن روی حرارت که بپزه. در ادامه کار 2 عدد پیاز متوسط که اونا رو خلالی میکنیم. لطفاً از همین ابتدا ویدیو رو لایک کنید تا به مخاطبان بیشتری معرفی بشه. ممنونم. مطمئن باشید تهچین عدس و گردو خاص، مقوی و خوشمزه است. کافیه فقط امتحانش کنید. بعد از اینکه توی تابه روغن ریختیم داغ شد، پیاز خلالی اضافه و نصف لیوان آب جوش. در ظرف رو میبندیم و حرارت کرد. نیاز داریم به 1 عدد سینه مرغ. بعد از اینکه بیخستش کردم به صورت قالبی برش میزنم. برای راحتی کار بهتره که گوشت مرغ مدتی داخل فریزر باشه که خودشو بگیره. موقع برش زدن کار ما دیگه خیلی راحته. خب اینجا کار ما تموم شد. بعد از اینکه آب پیاز خوب جمع شد، گوشت مرغ رو اضافه با حرارت بالا یه تفتی بهش میدم. بعد از اینکه رنگش عوض شد، یه قاشق چایخوری نمک، یه قاشق چایخوری زردچوبه و همینطور یه قاشق چایخوری ادویه پلویی. یه تفتی بهشون میدم که این ادویه‌های ما از حالت خامی در بیاد. این ترکیب واقعا فوق‌العاده است. به خاطر اینکه عدس تپش سرده، یه قاشق چایخوری دارچین اضافه، یه تفتی بهش میدم که از حالت خامی در بیاد. میبینید که این ترکیب فوق‌العاده است. 1/4 پیمانه گردو. البته گردوی ما خورد شده هست، نباید خیلی درشت باشه. 1 فنجان آب جوش اضافه میکنم تا مزه ها ترکیب بشن و درش رو میبندم که آبش کشیده بشه. میریم مرحله بعد. به آب در حال جوش 1 قاشق غذاخوری نمک، 4 پیمانه برنج که از قبل گذاشتم توی آب خیس خورده، حالا به آب در حال جوش اضافه میکنم. میخوام برنج رو به شکل کته درست کنم. لطفاً توی کامنت ها برای ما بنویسید که از کجا ویدیوهای ما رو نگاه میکنید. اینجا میریم سر گاز ببینیم چی شده. حالا میریم سر گاز ببینیم چی شده. بعد از اینکه گوشت مرغ و گردوی ما پخته شد و آبش جمع شد، 1/4 پیمانه کشمش به این مجموعه اضافه. توی کاسه 2 عدد زرده تخم مرغ، 2 قاشق غذاخوری ماست چکیده، 1 قاشق غذاخوری آب لیمو، کمی نمک و فلفل سیاه، 3 قاشق غذاخوری روغن مایع. حالا نوبت اضافه کردن زعفرونه که 3 قاشق غذاخوری زعفرون به این مجموعه اضافه. خوب ترکیب میکنم. با این ترکیبات ما یه تهچین فوق‌العاده و خوشمزه درست میکنیم. لطفاً فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید. ممنونم. بعد از اینکه مایه تهچین ما یه دست شد، 2 کفگیر برنج اضافه. خوب ترکیب میکنم به آرامی که برنج خورد نشه. به بقیه برنج عدس پخته شده اضافه. اجازه بدین که عدس حسابی آبش بره و ترکیب میکنم به آرامی که برنج ما خورد نشه. و مابقی زعفرون هم به برنج اضافه میکنم. کف ظرف رو از قبل با روغن خوب چربش کردم. برنج با مواد ترکیب شده اضافه و خوب صافش میکنم.
لاین بعدی ما مایه گوشت، کشمش و گردو اضافه و بقیه برنج و عدس هم اضافه. به این صورت تا قابلمه پر بشه. برای عطرشم کمی پودر گل سرخ اضافه. این تهچین عدس و گردو یه غذای فوق‌العاده خوشمزه و مقویه. همینطور زمان زیادی نیاز نداره که پای گاز وایسی. و روی برنج هم کمی کره دمکنی روش میذاریم و اجازه میدیم 45 دقیقه با حرارت کم دم بکشه. برنج ما اینجا دیگه از بخارش معلومه خوب دم کشیده و توی ظرف میریزم که شما نتیجه نهایی کار ما رو ببینید. تهچین عدس و گردو خاص، مقوی، خوشمزه. تقدیم به شما.